الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبی بعده. اما بعد امروز که باشد عزیزان دل بنده تصمیم گرفتم از قرآن عظیم الشأن که الله متعال یک داستان جالب رو برای عبرت من شما نازل کردگی است به سمع شما برسانم. یعنی که امروزه جوانها برادرایی که فهم خوب ندارند، از علم آگاهی ندارند، با بعض گروه ها اونها را جلب میکنند، اونها را تشویق میکنند. وقتی اونها با اون گروه ها پیوست میشوند، بعداً چی مصیبت یا چی آفتی که با بالای اونها میآید، اون مردمی که او را جلب کردگی بدن او را ترک میکنن، از گردش کو میکنن، دور میشن، او را تنها میگذارن. به همین خاطر این داستان الله متعال در قرآن نه تنها برای اینکه ما یک خونده بگذاریم، بلکه از این داستان عبرت بگیریم که امروز که قوم ها بسیار شدن، گروه ها بسیار شدن، تفریقه ها بسیار شدن، مسلمانی با عقل علم دار اول هر چیز را نظر میکند، آگاهی پیدا میکند، بعدا به او قدم میزند، یا که از کسی در این باره مصلحت میگیرد و پرسان میشود. به همین خاطر الله متعال در سوره بقره این داستان برای من شما بیان میکند. استعیذ بالله. اول آیت را میخونم، بعدا به سمع شما ترجمه شب بیان میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. الله مهربان در این زیبا بیان میکند. پس میگه بدرسی وقتی که روانه راه شدن، یعنی که پیامبر اون زمان مردمی که از بنی اسرائیل بودن دعوا کردن، گفتن یک پادشاهی برای ما چیکار تعیین که تا که ما با ضد دشمن خود چیکار کنیم، بجنگیم، تا که از شر دشمن خود خلاص بگیریم. و پیامبر اون دور و زمان اگر اشتباه نکنم شمعون بود، یک مرد رو که بسیار دانشمند بود، بسیار تنومند بود، به نام طالوت، برای اونها همچون بگیم پادشاه سرلشکر تعیین کرد. همون الله میگه هنگامی که طالوت با لشکریانش بالجنود، یعنی به همون لشکرش روانه راه میشید، فصل تابستان بود، هوای گرم بود، بعدا رو به لشکرش کرد. اما طالوت او که بدرسی که الله متعال شما را امتحان میگیرد با یک نهر، یعنی که حوض شما میره، از پیش شما یک نهر میآید، یعنی یا آبی بگیم با اصطلاح امروزه که یک آبی کلانی هست و الله مهربان شما را با اون آب امتحان میگیرد. مفسران میگن که اون آبی که قرار داشت در بین فلسطین و اردن بود.
و طالوت گفت که انتحام از این قرار است که شما باید که از اون آب یک مشت بنوشه، یعنی که مثلا همه هر دو پنجه رو جمع میکنی مینوشی، همینطوری یک مشت باید بنوشی. و هر کسی که اگر از اون آب مثلا از یک مشت زیادتر مینوشه با لشکر من نمیآید، یعنی او را ما با همراه خود نمیگیریم. انتحام از این قرار بود. وقتی که بر لب اون بگیم آب رسیدن، قریب که اکثریت همه نوشید، بسیاری آب نوشیدن، یعنی فصلی تابستان بود، بسیار هوا گرم بود، بسیاری نوشیدن. مگر آدمی کم که الا قلیل منهم، یعنی که اونهایی که یک پنجه نوشیدن آدمای کم بودن. و امام بخاری رحمت الله علیه از برای بن عازب رضی الله عنه روایت میکنه که اون کمی که نوشیدن 313 کس بود. از همون لشکر کلون 313 کس فقط یک غرفه نوشیدگی بودن، اکثریت دیگر بسیار نوشیدگی بودن، اونها را با همراه خود نگرفت. و دیگر مفسران میگویند که نه، همگی 80,000 بودن همون لشکر. آیا همو 80,000 76,000 روش میگه آبا برسری نوشید میگه 76,000. شما عزیزان دل بسه در تفسیر خوب نظر کنید، در آیه قرآن خوب نظر کنید که اونها خود پیغمبر اون زمان چیکار کردن؟ طلب کردن، دعوا کردن که برای ما پادشاه انتخاب کنید تا که ما بجنگیم. لیکن وقتی که انتحام الله بالا اومد، حالی با جنگ رفته در انتحام الله چی شدن؟ مغلوب شدن. به همین خاطر اون کسایی که شما را امروز با اون گروه ها چیکار میکنن؟ دعوت میکنن، چی میکنن؟ شما از علم، از تفکرات خوب، از آدمایی که با علم و با سواد هستند شما مصلحت پرسید تا که یک بلا و یک آفت به سر شما بیاید. به خاطر که امروز جامعه به حد فساد شده، مگر گروه اندک چیکار کردن؟ یک غرفه نوشیدن. لیکن دیگر مفسر میگه که از 80,000 76,000 نوشید، 4,000 دیگر شد. دیگر اون طالوت چی گفت؟ هر وقتی که تجاوز کردن یعنی بسیار نوشیدن. و هو الذین آمنوا معه، اون کسانی که ایمان آورده بودن با همراه بودن. دیگر نگاه کردن که طالوت اون کسایی را قای خودش گرفت که الکی 4,000 مونده است یا 313 نفر. بعداً چی گفتن؟ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت. بعداً وقتی که نگاه کردن 313 نفر در مقابل یک لشکری اون جالوتی که خونخوری که در اون زمان بود مسلمان ها را میکشت، اون بگیم که سرزمین ها را غصب میکرد، لشکر جالوت به حد بسیار بود. اینها چی گفتن؟ امروز ما طاقت نداریم در برابر این جالوت، این را بی لشکری ما آخی 313 نفر یا که 4,000 نفر از اونها را به 10,000 یا شاید 20,000 بود. ما در برابر این جالوت لشکر او طاقت نداریم. و مسلمان که بدن بعض اینها چی گفتن؟ قال الذين يظنون انهم ملاق الله كم من فئه قلیله غلبت فئه كثيره باذن الله. و گفتن از اونها که ما گمان میکنیم امروز ملاقات ما با الله است. چه خصش است که یک گروهی اندک غالب می آید یک گروهی بزرگ رو. اصلا اگر شما نظر کنید بسیاری جنگ هایی که پیامبر با دشمناش کرد گروهی اندک بودن، لیکن ها مخلص بودن، خالص از برای الله جنگ که میکردن، در همه جا غالب می اومدن. امروز نگاه کنید مسلمان ها در روی دنیا هستن، لیکن همه با تفریقات چی؟ همه برای دنیا هستن، همه برای مال دنیا می جنگن. به همین خاطر هر روز شرمنده هستن. بعدا اونها این گپ گفتن و به میدان اومدن، گفتن گمان میکنیم که امروز ملاقات ما با الله است. چه خوش است که گروه اندک غالب میشود بر بالای گروه بسیار به اذن الله متعال. والله مع الصابرین، و الله متعال با همراه آدمای صابران است، یعنی کسایی که در روبرو با دشمن استوار هستند. امروز ما بسیاریام و معلم گپ شیدگی هستیم، یعنی در گپ استا هستیم، در گپ بسیار دانشمند هستیم، لیکن در میدان در حال انتحام الله خیلی مسلمان با غیرت در کار، خیلی مسلمان شجاع در کار که چکو کنه؟ استواری کنه، صابر باشه، انتحام الله دا صابر باشه.
بعداً وقتی که اونها در میدان برمدن دعای اونها را الله برای تعلیم من شما که وقتی که در مشکلات میافتیم روبرو با دشمن میافتیم، امروز دشمن ها از اون دور زمان به این دور زمان هم هستند، در همه گوشه های دنیا هستند، به هر نام ها و به هر ملت ها تقسیم شدگیان، به نام مسلمان هستند بعضشون، لیکن در پنهانی ضربه بر دین الله میزنند. وقتی که در میدان اومدن چی گفتن؟ الله مهربان در آیه دیگر میفرماید استعیذ بالله ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. و هر وقتی که روبرو شدن الله میگه با لشکر جالوت و با لشکریانش که روبرو شدن، بعدن چی گفتن این مسلمان ها؟ بارا الها ربنا افرغ علینا، یعنی که بیرون بیار، بیدار بگردان برای ما، صبر استواری و ثبت اقدامنا و ثابت بگردان قدم های ما را، یعنی که یا جام شهادت بنوشیم یا پیروز شیم از اینی که میگریزیم. فانصرنا علی القوم الکافرین، و نصرت بده الله مهربان ما را بالای کافرها. این دعا را عزیزان دل ما همیشه بر زبان بدانیم. هم اینه که در حالت وزمینی با دشمنای الله روبرو میغلطیم، یا اینکه مسلمان های را میبینیم که در حالت وزمین هستند و مثل مردمی مظلوم فلسطین، همیشه در حق اونها این دعا را داشته باشیم. الله متعال این قصه قرآنی را همچی یک زندگی عملی در زندگی من شما استوار بگرداند. آمین.